سلام دوستان، برنامه آموزشی امروز کوهنوردی در سنین بالا، توانمندی و سلامتی در دل طبیعت می باشد. لطف کنید تا آخر برنامه آموزشی با ما باشید. 7 مورد از مزایای کوهپیمایی برای سالمندان اشاره می کنم. ورزش و فعالیت بدنی به ویژه کوهپیمایی نقش بسیار مهمی در حفظ سلامتی و بهبود کیفیت زندگی در سالمندی دارد. از مزایای کوهپیمایی برای سالمندان عزیز یکی تقویت سلامتی قلب و عروق می باشد. کوهپیمایی به عنوان یک ورزش هوازی می تواند عملکرد قلب و سیستم عروقی را بهبود بخشد و به کاهش خطر بیماری‌های قلبی کمک کند. مورد دوم افزایش استقامت و انرژی هستش. این فعالیت بدنی به افزایش استقامت و سطح انرژی کمک می کند که برای سالمندان بسیار مهم است تا بتوانند فعالیت‌های روزمره خود را انجام دهند. مورد سوم تقویت استخوان‌ها و عضلات هستش. کوهپیمایی به تقویت عضلات پا و استخوان‌ها کمک می کند و می تواند خطر پوکی استخوان را کاهش دهد. مورد چهارم بهبود تعادل و هماهنگی هستش. این ورزش می تواند به بهبود تعادل و کاهش خطر سقوط کمک کند که یکی از مشکلات رایج در سالمندان هستش. مورد پنجم کاهش استرس و اضطراب هستش. طبیعت و فضای باز در حین کوهپیمایی می تواند به کاهش استرس و اضطراب کمک کند و احساس آرامش را به ارمغان آورد. مورد ششم بهبود کیفیت خواب هستش. فعالیت‌های بدنی منظم مانند کوهپیمایی می تواند به بهبود کیفیت خواب کمک کند و مشکلات خواب را کاهش دهد. مورد هفتم ایجاد ارتباط اجتماعی هستش. مشارکت در گروه‌های کوهپیمایی می‌تواند فرصتی برای ایجاد ارتباط اجتماعی و دوستی‌های جدید باشد که برای سلامتی روحی بسیار مفید هستش. اما نکات ایمنی در مورد کوهپیمایی سالمندان عزیز حتما با پزشک خودتون مشورت کنین. قبل از شروع به کوهپیمایی بهتر است با پزشک خود مشورت کنید تا از مناسب بودن این فعالیت برای وضعیت سلامتیتان مطمئن شوید. مورد دوم پوشیدن کفش‌های مناسب هستش. انتخاب کفش‌های مناسب و راحت برای جلوگیری از آسیب دیدگی بسیار مهم است. پیشنهاد میشه کفش‌های مخصوص کوهپیمایی باشد و حتما یک سایز بزرگتر تهیه کنید، با جوراب‌های ضخیم بپوشید تا موقعی که به اصطلاح برای برگشت از کوه در سراشیبی قرار میگیرین فشار به انگشتان پا وارد نشود و باعث سیاه شدن انگشتان و ناخن پای شما نشود. مورد دوم انتخاب مسیرهای مناسب هستش. مسیرهای هموار و کم چالش برای شروع می تواند به ایمنی بیشتر کمک کند. حتما آب و تغذیه همراه داشته باشید. در حین کوهپیمایی حتما آب و میان وعده‌های سالم همراه داشته باشید. خرما، میوه و نوشیدنی برای کوهپیمایی بهتر است که آب، مقداری عسل، آب لیمو و یه مقدار کمی نمک به آن اضافه شد و این شربت کوهپیمایی بسیار مفید هستش برای شما. نتیجه گیری که از این آموزش داریم این هست که کوهپیمایی میتواند یک فعالیت عالی و مفید برای سالمندان باشد که نه تنها به حفظ سلامتی بلکه افزایش کیفیت زندگی آنها کمک میکند. با رعایت نکات ایمنی و شروع تدریجی سالمندان میتوانند از این فعالیت لذت ببرند و به سلامتی خود کمک کنند. دوستان اگر این برنامه آموزشی برای شما مفید بود حتما لایک و سابسکرایب یا همون مشترک شدن، دکمه مشترک شدن رو فعال کنید تا از برنامه ها یا آموزشی بعدی ما هم بتونید استفاده کنید.